زمان ثبت شده 26 ثانیه. عضو دوم فقط کسب کردین ربات. مرسی از بچه خراسان رضوی. حالا به این ربات مسیرهای دیگه رسیدن میکنه. اگر مسیر کوتاه‌تری به مرکز وجود داره، اون مسیر در دور بعدی طی کنید. دیگه خوردن با دیوارها مشکل پیدا کردیم و نه برگشت. من مسیر دیگه به هدف ندیدم. دقیقا باید بالا کنیم اصلا بده. که این ربات بتونه به زمان 16 نزدیک بشه، چون بازی مرحله فینال رو جذاب‌تر میشه. اگه دقت کنید یک قسمت‌هایی از مسیر حالا دوباره مرکز نزدیک میشه، حالا وارد مرکز میشه ربات. زمان بعدیشون 23 ثانیه. فکر کنم این زمانشون به خاطر اون گیر کردن به دیواره بود. در زمان کلشون 9 دقیقه گذشته. اصلا ربات‌هاییه که مثل 3 بار به هدف برسه. حالا یک توضیح بدم. الان این ربات یه زمان دیگر میگیره. چرا؟ چون رباتشون خودش برگشت به مکان اولیه. اگر آقایون اسم هواز با دست ربات رو خاموش می‌کرد و می‌بردن در مکان اولیه‌اش، حالا من نمی‌تونم به هدف بیرسه دوباره. فکر کنم 16 ثانیه زده. 19 ثانیه نه بابا هم 16 ثانیه. ولی فکر کنم مسیر زمان کوتاه‌تر بود. و یعنی سرعت رباتشون خیلی خوبه. در این دور تا الان رتبه اول دارن و 4 دفعه به هدف رسیدن. حالا یک توضیحش هم میدونم که به هدف رسیدش در مکان‌هایی که این ربات سرعت بالاتری داره و حالت آنالیز نمی‌کنه، مثل همین حالت که از داشت، این ربات چون دفعه قبلی مسیر رفته مطمئنه که هیچ دیواره‌ای در اطرافش وجود نداره و سرعت خودش بالا میبره. بعضی از جاها باز میاد به مسیر مرکز میرسه. بچه ها به مرکز رسیدن این ربات برشون جذاب نیست. 18 ثانیه خوبه، همین یواش یواش کم میشه. دو دقیقه مونده. یعنی ربات بازم اگه خودش برگرده دوباره